سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک ویدیو جدید. امروز اومدیم که چند تا سنس مخصوص برای گوشی شیائومی و سامسونگ بزنیم که سنسای بهترین سنسن مورد تازگی همین آپدیت جدید سنساش خیلی خوبن. و در کنار این سنسا یک نرم افزاری بهتون میگم که یکم کمک میکنه برای سنساتون که بهتر بازی کنید و بهتر هد بزنید. اون واقعی چیتم نیست، یک نرم افزار به کمک کردن هد زدنتون کمک میکنه. خب لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره، اون زنگوله رو فعال کنین که هر موقع ویدیو میذارم اولین نفر باشین که ویدیو رو نگاه میکنین. از سرتون به در نمیارم، بریم برای ادامه ویدیو. Let's go. خب دوستان، میریم تو مپ آموزشی. امروز کاکای کلاش اسکوات آمده پایین. خب دوستان، حالا سنس رو بهتون نشون میدم که چه سنسی که ما داریم اینه دوستان. این سنسه 197 197 190 200 200 180. خب بریم برای تست کردنشون که ببینیم. این سنس برای سامسونگ. سنس بعدی که باز معرفی میکنم برای شیائومی. دو تا سنس برای سامسونگ گفتن، دو تا سنس برای شیائومی گفتن. خب بریم گان بگیریم. خب یک دونه نزدیک زن بگیریم، یک دونه بریم برای امتحان کردنشون. بچه این گوشی خودم سامسونگه. من که از این خیلی خوبه، من با همین میرم بازی میکنم. من که با همین خودم میرم بازی میکنم. واقعا سنس خوبیه. من نکنید حالا گفتم که یک نرم افزاری هم براتون میذارم که کمک کنه بهتر هد بزنی. یک کمکی بهتون میکنه. نکنید قشنگ ویستی. نکنید رو هد طرف. این از سنس اولیمون که برای سامسونگ. حالا میریم برای سنس بعدی که برای شیائومی. میریم برای سنس بعدی که بزنیم 137 137 بعدی 177 177 بعدی 142 بعدی 134 بعدی 169 برو 169 ای بابا چرا از این مونه 169 و بعدی 150 آخری. این برای گوشی شیائومی متوجه شدیم. حالا میریم این هم امتحان کنیم. حالا گوشیم سامسونگ، اما بهتون میگم این مخصوص برای شیائومی. من رفتم پیدا کردم این مال آپدیت جدید هم هستن. من زیاد با این سنس بکنم دارم، اما گفتم یک اپلیکیشن میگم که اگه تون تازه سنس رو درست کردیم بهتون کمک کنه راحت‌تر هد بزنید، حداقل یکم باش شغل بشه. این سنسی بود که برای شیائومی. حالا سنس دیگه که میگم باز برای سامسونگ. این سنس دیگه برای سامسونگ. اولی 160، دومی 155 سومی 170 چهارمی 166
166 پنجمی 155 155 155 و آخری 137 137 اوه 137. خب این برای سامسونگ. میریم که امتحانش کنیم. واسه یک رنگ دیگه هم بگیرم با اونم نشون دونم. بریم برای به دکمه هم بستگی داره. مثلا همون دکمه که شما عادت کردین خیلی خوب. نما کنین چقدر قشنگه. خود میگم دیگه یکم کار کنین چون من این با این نما کنین قشنگ میخوره. گفتم یک اپلیکیشن هم که بهتون میگم در آخر ویدیو. و یک ویدیو دیگه گذاشتم که برای فعال کردن اون اپلیکیشن چجوری فعال کنین و بتونین باش کار کنین، که میتونین برین تو کانال من و اون ویدیو رو هم نگاه کنین و آموزش رو یاد بگیرین. خب اینم که از این دیدین سنس. حالا سنس آخری که میخوام بگم مال دیگه شیائومی. اونایی که دیگه گوشیشون شیائومی این سنس رو دیگه قشنگ دقت کن. اولی 198 دومی 190 سومی 200 بعد چهارمی 185 بعد پنجمی. حالا پنجمی میشه 100. پنجمی دقیق رو 100 باشه. پنجمی رو 100 و آخری هم 120. حالا بریم براتون نشون. اینم که از سنس آخری که برای شیائومی گفتم. خب بچه‌ها بریم حالا اون اپلیکیشنی که گفتم نصب کنیم و براتون خوبه بریم دنبال اون که بهتون نشون بدم و بگم از کجا نصبش کنیم. بریم برای لیتس گو. دوستان عزیز اون اپلیکیشنی که بهش نیاز داریم اینه که الان دورش خط میکشم. این به این اپلیکیشن نیاز داریم. اسمش رو تو فروشگاه پلی سرچ کنین و تو گوگل سرچ کنین براتون میاد و میتونین به راحتی نصبش کنین. چیزی زیاد مشکلی نیستش. راحتی میتونین نصبش کنین. و برای فعال کردن این نرم افزار میتونین بیاین تو کانال من و یک ویدیو دیگه گذاشتم که برای فعال کردن این چجوری فعالش کنین. برین تو کانال من و اونو فعالش کنین. آموزش رو ببینین و فعالش کنین. امیدوارم این ویدیویی که براتون گذاشتم خوب باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ممنونم که تا آخر ویدیو من همراهی کردین و دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.